بزرگمه حیارов زندانی سیاسی تاجیک نامزد برای دریافت جایزه سالانه حقوق بشر به نام واصلاو هاول پیشنهاد شد. جایزه از سوی کتابخانه واصلاو هاول، صندوق هرتیه 77 و مجمع پارلمانی شورای اروپا تأسیس گردیده همه ساله به فعالان حقوق بشر تقدیم می گردد. بزرگمه حیارov یکی از 3 نامزدهای دریافت این جایزه است. همراه با او برای دریافت این جایزه زندانی دیگر سیاسی الهام توختی، فعال حقوق بشری اویغور از چین و یک سازمان بالکانی تشبث جوانان برای حقوق انسان پیشنهاد به گرفتن جایزه شده اند. برنده جایزه 30 سپتامبر معلوم می گردد. دیروز در صحبت با خبرگزاری آسیای مرکزی جمشید یاروف، حامی حقوق انسان و برادر بزرگمه یاروف گفت که خود پیشنهاد شدن به این جایزه این اعتراف عمومی جهانی فداکاری ها و کوشش های بزرگمه یاروف در سمت دفاع حقوق انسان در تاجیکستان می باشد. ما امید داریم که بزرگمه یاروف یکمین شهروند تاجیکستان می شود که به این جایزه با نفوذ بین المللی صاحب می شود و علاقه پیشنهاد شدن بزرگمه یاروف به این جایزه این علامت اعتراف عمومی جهانی قربانی های او، مبارزه های او در سمت حمایت حقوق انسان در تاجیکستان می باشد. ما از نادژدا اتایوا پرزیدنت انجمن حقوق انسان در آسیای میانه خواهش کردیم که در برنامه امروزه ما شرکت کنند و از چگونگی این جایزه به ما معلومات داده باشند. حالا خانم نادژدا در خط علاقه با ما هستند. خانم لطفاً این جایزه را به ما تعریف می‌کردید. باید گویم که مکافات مذکور یکی از بانفوذترین مکافات اسامبله پارلمان شورای اروپا بوده و شخصان جمعیتی و سیاسی که برای حمایت از حقوق بشر خدمت کردند داده می شود. آن به نام واصلاو هاول همچون رمز متانت در مکالمه میان مقامات و جامعه شهروندی است. این یک جایزه بسیار با اعتبار است. من چنین می‌شمارم که این اقدام شگفت‌انگیز میباشد و همین دلیل که وکیل دفاع بزرگمه یاروف برای خط داوطلبان وارد کرده شد بهای بلند و امتیازی برای جامعه شهروندی تاجیکستان است. آنجا که وکیلان دفاع همیشه با اختصاص والای خود در منطقه آسیای مرکزی فرق می‌کنند و این را باید تن گیریم. جای گرفتن نام بزرگمه یاروف در قطار 2 نامزد دیگر به این جایزه چه اهمیتی دارد؟ این یکی از معتبرترین مکافات‌های مجلس پارلمان اروپا است. آن به آن خاطر نام واصلاو هاول را گرفته است که او را در اروپا چون نماد موقعی شهروندی، نماد استحکام و نماد گفتگو بین حکومت و جامعه شهروندی میشناسند. من به این نظرم که این نویگری عالی است. تنها خود همین که بزرگمه یاروف برای خط نامزدها وارد شد گواهی بهای بلند و جامعه شهروندی خود تاجیکستان است که باید اعتراف کرد وکیلان دفاعش به سطح بلند کسبیت در منطقه آسیای مرکزی فرق می‌کردند. اینکه یاروف به این جایزه پیشنهاد شد به این معنی است که جهان متمدن موقع شهروندی یاروف را دستگیری می‌کند و به او بیشتر از موقع رسمی مقامات باور می‌کند. طرز و اصول پذیرایی نامزدها به این جایزه چگونه است؟ کسی به این سازمان نامزدها را پیشنهاد میکند یا خود این سازمان مستقلانه حقوق انسان در جامعه جهانی را پیگیری میکند؟ Общий порядок таков, что нужно каждую кандидатуру поддержали как минимум. باید حداقل 5 توصیه دهنده باشد. مهم نیست شخص علاهیده یا سازمان. مهم این است که آنها شخصان و سازمان‌های صاحب اعتبار باشند. خود همین که 5 توصیه دهنده صاحب اعتبار یاروف را اعتراف کردند، علاقه خیلی موقعی بلند است. نباید فراموش کرد که واقعاً بزرگمه یاروف کاری برجسته تخصصی انجام داد. او به سرقانون کشورش و پرینسیپ اعلامیه جهانی حقوق بشر پافشاری کرد که یکی از این پرینسیپ ها
حق حمایت داشتن هر نفر است، زیرا پیش قانون همه برابرند. او در تقدیر آنهایی که به همدستی با سازمانهای ممنوع متهم می شدند شریک شد. هنیت را با وجود آنکه سالهای طولانی یکی از قوه‌های پیش‌صف در حیات سیاسی تاجیکستان و از دستگیری وسیع مردم برخوردار بود ممنوع اعلان کردند. وقتی سیاه‌کنی این حزب و اعضای آن آغاز شد، بسیاری ها به خاطر با خودشان مشکل نخریدند خود را دور گرفتند، ولی یاروف تقدیر زیر حمایه‌اش را با خود قبول کرد. او نه تنها از آزادی محروم شد، او به زیر خطر ماندن حیات خود، تقدیر نزدیکانش و همکارانش به حمایه آنهای پرداخت که به کمک حقوقی نیاز داشتند. چه خیلی که می‌دانیم او به 28 سال زندان محروم شده است. نزدیکانش با سبب‌های سیاسی تعقیب می‌شوند و او مثل دیگر بازداشت شدگان شکنجه گردید و با خانواده‌اش نمی‌توانست ملاقات کند. او همچنین در تقسیم کردن قلت آب و لقمه نان با زیر حمایه‌اش شریک شد. Но Йоров разделил судьбу своих подзащитных. Он не просто оказался лишенным свободы, он, рискуя собственной жизнью. وقتی این گونه سازمان‌های با نفوذ جهانی بزرگمهر یاروف را نامزد به جایزه می‌کنند و آن هم به خاطر فداکاری‌هایش در دفاع از حقوق انسان، آیا این نشانگری آن نیست که جامعه جهانی دعواهای حکومت تاجیکستان را باور ندارند و زندانیان سیاسی را مثل بزرگمهر یاروف بیگناه می‌حسابند؟ Я очень надеюсь, что для правительства Таджикистана وقتی می‌بینی که تو را فراموش نمی‌کنند و می‌دانند که تو در چه حالت وزنین هستی، این دستگیری معنوی و این اعتراف جامعه جهانی برای یاروف بیشتر از هر زمان مهمند. حالا او در قله بحران زندگیش قرار دارد و دستگیری به او روح تازه خواهد داد. از طرف دیگر باید من بعد امام علی رحمان سخت خجالت بکشد که چنین حقوق شناسان صاحب اعتبار و یا اعتراف شده از طرف جامعه جهانی را پس دیوارهای زندان نگاه می‌دارد. او باید یاروف را آزاد کند، چون که وقتی چنین انسان پس پنجره قرار دارد او آینه رونمای آن رژیم می شود و رحمان باید این را بفهمد. او باید بفهمد که به تاریخ نوین تاجیکستان چون ستمگر و چون آنه که سرقانون کشور خودش را زیر پا کرده است وارد خواهد شد. فکر میکنم روزی فرا رسیده است که ما همه جامعه شهروندی کشورهای آسیای میانه همدست شویم و صدا دهیم که ما یاروف را دستگیری میکنیم، با او احترام قائلیم و باید همه کار را انجام دهیم تا حقیقت پیروز شود. Что мы делаем все возможное, чтобы восторжествовала справедливость. تشکر به شما. И вам большое спасибо. جایزه به نام واسلاو هاول سال 2013 تأسیس یافته در 5 سال گذشته به حامیان حقوقی چن آلیس بیالیاتیسکی از بلاروس، انار ممدلی از آذربایجان، لیودمیلا الکسیوا از روسیه، نادیا مراد از عراق و مراد ارسلان از ترکیه تقدیم شده است. جایزه دیپلم و مبلغ به مقدار 60,000 یورو می باشد. جایزه به خاطر مبارزه های ادیب چخ واسلاو هاول برای دموکراسی و حقوق بشر به افتخار او نامگذاری شده است. واسلاو هاول زمان حکمرانی حزب کمونیست در چخسلواکیه تحت تعقیب طولانی قرار داشت، اما بعد رها شدن کشورش از دست کمونیست ها رئیس جمهوری چخسلواکیه انتخاب می شود. بعد جدا شدن چخسلواکیه با دو کشور نخستین رئیس جمهوری چخ شد. هاول سال 2011 در سن 75 سالگی وفات کرده است.